روز 2 فوریه سال 2024 در شهر خوجند مراسم وداع، نماز جنازه و دفن آوازخوان شناخته اهالوچه فرهنگ تاجیکستان میرسلیم اشوروف دایر شد. میرسلیم اشوروف که بیش از 30 سال در انسامبل مشهور شش مقام خانان نور خوجند هنرنمایی کرده و با خواندن ترانه ها در سبک موسیقی کلاسیکی تاجیک شهرت داشت. شام 9 فوریه در سن 58 از عالم چشم پوشید. درباره علت مرگ آوازخوان شناخته در این سن معلومات دسترس نشده است، ولی یکی از دوستانش به پایگاه خبری بامداد گفت که میرسلیم اشوروف مدت طولانی مریض بود و چند روز آخر قبل از مرگش در حالت مدوشی قرار داشت. میرسلیم اشوروف سال 1966 در دهه زمتوت جماعت واروی نویه پنجکند به دنیا آمده است، ولی سالهای زیاد در شهر خوجند کار و زندگی کرده است. میرسلیم اشوروف را از پرورده های مکتب های بزرگ آوازخوانی استادان چون جوربک مرودوف، بای محمد نیازوف، آدینه اوشم، ظفر نوزم، استاد سراج، بیان آبلوقلوف و اصلدین مستانوف می شمارند. میرسلیم اشوروف به ویژه در خواندن ترانه های شاعران معاصر در سبک موسیقی کلاسیکی مهارت تمام داشت و به دهها شعر استاد روانشاد لایق شیرعلی و دیگر شاعران تاجیک آهنگ بسته است. همکاران مخلصانش در عین کمالات ایجادی در گذشتن میرسلیم اشوروف را تلفات سنگین برای فرهنگ و موسیقی تاجیک می شمارند.